من امروز که هوا سرد بود برای بچه‌های این پارک غذا آوردم. میدونین که وقتی هوا سرده گربه ها برای اینکه بدنشون گرم باشه به غذای بیشتری نیاز دارن. خواهش میکنم این کار خوب رو فرهنگ سازی کنیم، همه توی این فصل سرد غذا رسانی کنیم برای این گربه های کوچولو، گربه های ناز، که بتونن این زمستون رو به راحتی پشت سر بذارن. خواهش میکنم لطفاً همه بی تفاوت نباشن نسبت به این گربه ها. اگه هر کسی یه گربه رو غذا بده، ما دیگه گربه گرسنه‌ای تو کشورمون نداریم. لطفاً این کار خوب رو فرهنگ سازی کنیم، انتشار بدیم، به همه بگیم تا این کار خوب رو انجام بده. خیلی ممنون.